هر مرد عاشق 4 زن است. این 4 زن در زندگی یک مرد فوق‌العاده مهم است و اگر یک از اینها نباشد خیلی خیلی زندگی سخت است. اولین زن در زندگی یک مرد مادرش است. مادر گنجینه بی‌بدیل است. مادر فرشته است که یک بار تکرار می شود. مهربان ترین مهربان ها، بدون دلیل، بدون ظواهر، بدون امکانات ما را دوست دارد. کسی است که ما را از وجود خود تربیت کرده است، شبها نخفته است تا ما با آسودگی برسیم. مادر مادر است. گفتند که به هیچ زیر پای مادران است. خود مادران توطئه‌ای از محبت، اخلاص و دوست داشتنی است. خود مادران است که در حق اولاد خود دعا می کند که اولادشان به خوشبختی و سعادت برسد. مادران خودگذر هستند. خودشان نمیخوابند تا اولادشان بخوابند. خودشان نمیخورند تا اولادشان بخورند. در تربیه اولاد خود سخت تلاش میکند. تمام امکانات خود را وقف اولاد خود میکند. پس مهربان ترین است. دومین زن که یک مرد باید در زندگی خود داشته باشد همسر است. همسر گنجینه بی‌بدیلی است. نعمت بسا بزرگ است. یک دوست داشتم میگفت قبل از این که ازدواج کنم فکر میکردم که زن نعمت است. تازه که ازدواج کردم متوجه شدم که نه، زن نعمت الله خان است. یعنی از سطحش از نعمت چندین درجه پیشرفته تر است. واقعا هم که چنین است. زن نعمتی بسا بزرگ و ارزشمند است که هر فرد در زندگی خود باید دقیق انتخاب کند. سومین زن که ما نمیتوانیم بدون آن زندگی کنیم خواهر است. خواهر مهربان ترین مهربان هاست. به یک برادر خیلی اخلاص و محبت دارد. زمانی که شادی میرسد خوشحالترین فرد خواهر است. زمانی که اندوهی فرا میرسد اشک میریزد که هیچ کسی در این دنیا به خاطر ما نمیریزد. گفتند که خواهر غمخوار است، ولی خواهر عشق است. خواهر دوست داشتنی است. قدر خواهران را بدانید. چهارمین زنی که ما نمیتوانیم بدون آن زندگی کنیم دختر است. یکی از دوستان میگفت من تا زمانی که پسر داشتم نمیدانستم که پدر شدم. تازه که دختر دارم تازه فهمیدم که پدر شدن چی لذت داشته است. زمانی که طفل خردترک دختر میاند خود را در آغوش پدر میاندازد لذتی را ما احساس میکنیم که هرگز در این دنیا هیچ لذت با آن برابری نمیکند. اگر شما به خانه خردترک بروید، بچه‌ای که خردترک است ساتیری میکند، ولی دختر با همون خردترکی خود تلاش دارد که به نحوی با مادر خود کمک بکند. بنابراین دوست خوب من، این 4 زن را در زندگی قدرشان را بدانید، کوشش کنید احترام بگذارید، چیزی که از دستتان میاد به اینها انجام بدید، آنگاه در زندگی شما خوشبخت، کامروا و عالی خواهید بود. دوست خوب من، شما سزاوار یک زندگی فوق‌العاده و متعالی هستید. پس همچون زندگی متعالی را برایتان خلق کنید. چرا من به ویدیوهایی که در مورد خانم ها توجه ویژه دارم؟ به خاطر اینکه اگر خانم خانه، مادر ما، همسر ما، خواهر ما، دختر ما خوش بود، ما هم خوش هستیم. چون زندگی ما، ریشه ما، پناهگاه ما زنان هستند. پس دوست خوب من، قدر اینها را بدانید تا در زندگی خوشبخت شوید.